نتیجه این خودخواهی در آخر مهلک زندگی بخشیدن به من. فرار از خودت، دلت نمیخواد که به دست اون جماعت کشته شه. تولدم یه بهانه است که سراسر مشکله، به چه بهایی بشم راهی جهان پلید. دنبال درد میگردی بهش پناه ببری، زندگی خودت یه سرابه تا پا میذاری گم. فکر میکنی زندگی من نامیراد میکنه قبل از این که دردای بزرگتر سهمشو بده و قلبشو گره بزنه به زجه و طلسم. ختمش کن به خیر، محوش کن بره، خودت دردشو بکش. یعنی تو رو بکشم، یعنی قتل بچم، برای تن منم تصمیم میگیری صدر ازم تا کجا جهانو میبره. بنده کن نگاه همه چی رو هدایت کنی به امر خودت باشه. رها کن به صحنه بسپرش، زندگی میتونه بی نهایت پرده بشمره. گشوده تر از انتخابهای بسته تو. نمیخوام این جهانی که کشیدن فتنه ها به تسخیر، این جهان و این همه زخم انتخاب من نیست. اما دیدم تا آخر قصتو دیدم، جنگیدی برای ملت و میهن ساختی. از این دو خصلت هویت وقتی تبعیض و تباهی به کشورم نمی کرد، ساختی و جنگیدی برای یک نفس بیشتر. اینا تاثیرگذار نبودن؟ اینا همه به نظرت هیچن؟